مدیر برنامه و همچنین دوستان موافق باشن من چند دقیقه در این مورد صحبت میکنم و نوبت رو میدیم به دوستان و همراهان تا در نظریات خودشون رو مطرح کنن. پس دوستان عزیز، جناب دکتر حجبری سخنانشون رو شروع میکنن. ایشون 10 دقیقه وقت دارن تا نظراتشون رو مطرح بکنن. بعد از اون شما میتونید وقت بگیرید یا اضافه کنید یا نقد کنید یا انتقاد کنید. پس آقای دکتر حجبری بفرمایید، وقت با شماست. سپاس. در مورد مقوله قومیت‌ها در ایران چندین برنامه داشتیم، نوشتارهای زیادی هم در این زمینه وجود داره. اصلی رو که ما در نظر میگیریم و به عنوان یک واقعیت اجتماعی در حداقل در 100 ساله اخیر ستم‌های مضاعفیه که بر قومیت‌های ایران وارد شده. این یک واقعیت تاریخی، یک واقعیت اجتماعیه که هیچ کس نمیتونه منکر باشه. یعنی هر فرد آزادی خواهی نمیتونه منکر این یک واقعیت باشه. این یک واقعیت اجتماعی تاریخی. موضوع اینه که با نحوه بررسی و برخورد به این ستم‌های مضاعف چگونه باید باشه. در سالهای پیش معمولاً قبل از جریانات اخیر قومیت‌های ایران تا اونجایی که خود من مشارکت داشتم و تا اونجایی که اطلاع دارم معمولاً خط و خط کشی‌های قومیتی نبود، هرچند که محلی سازمان‌های محلی بود، اما دیدگاه‌ها بیشتر سرتاسری بود و سازمان‌های سرتاسری در بین خود قومیت‌ها نیز فعالیت داشتن و یک همگرایی وجود. این امروز متاسفانه در بخش از میان رفته و یک نوع دیدگاه‌های سکت‌گرایی یا منطقه گرایی به وجود اومده که اون بخش سیاسی. اما ریشه های این دیدگاه های منفی نسبت به جنبش سراسری و آزادی بخش کل کشور در 2 بخش خلاصه میشه، در 2 مقوله هستش که باید بررسی بشه. یکی موضوع فرهنگی هستش و یکی موضوع اقتصادی هستش. این ستم‌های مضاعف از 2 دریچه بر اقوام ایران وارد شده. یکی موضوع اقتصادی هستش و ستم‌های اقتصادی و عدم سرمایه گذاری های لازم در منطقه این مناطق هستش و دیگری ستم‌های فرهنگی، جلوگیری از اشاعه فرهنگ محلی، زبان، بخشی از آموزش‌های محلی، رشد فرهنگ محلی، ایجاد زمینه‌های این رشد فرهنگی و محلی، همصدا شدن با قومیت‌ها در بسیاری از جریانات فرهنگی، اینها باعث شده که این ستم‌های مضاعف امروزه خودشو به صورت زمینه‌هایی بروز بده که در بخش حالت جدایی طلبیش انجام گرفته. بعضی از این سازمان‌ها حتی در خودشون هم دوگانگی وجود داره. اما اینه که این ستم‌های اقتصادی در چه زمینه‌ای انجام میشه و چه جوری انجام میشه، یک بار من مطرح کردم که در دو شکل باید در نظر گرفت که متاسفانه هر دوش در هر حال ستم اقتصادی به این قومیت‌ها میشه. یکی این موقعیت محلی این هاست که معمولا سر مرز هستن و به خاطر منطقه در بخش کوچک، نه در بخش وسیع، که سرمایه گذاری های لازم یا ایجاد صنایع مشخصی در این مناطق انجام نمیگیره، معمولا به خاطر اینه که در تیررسه اگر حمله انجام بشه این در تیررس نباشه، یعنی حد فاصل زمانی برای رسیدن موشک به مثلا صنایعی که در کردستان باشه نسبت به تهران بسیار وقت کمتری ببره و اگر جنبه دفاعی باشه در تهران راحت مثلا میشه ردگیری کرد و سرنگون کرد تا منطقه کردستان اگر از فرض کنید اون طرف مرز حمله بشه. ولی این بخش کوچیکه، این بخش برمیگرده به سیاست‌های خارجی رژیم‌ها در منطقه و نوع تعاملاتی که داره. ولی جنبه بزرگترش خودپرستی سیستم‌های حکومتی مرکزی هستش که بنابر تعصبات خاصی سرمایه گذاری نمی کنن در این مناطق، هرچند که تبلیغ میکنن که ما اینجوری نیستیم، ولی در عمل این عدم سرمایه گذاری ها در 100 سال اخیر مشاهده شد. امروز منطقه کردستان، منطقه بلوچستان، در لرستان که منطقه حتی مرزی هم به اون صورت نیست، در منطقه ترکمن صحرا به جز منطقه خوزستان
که اقلیتی قومیتی از عرب و اونم قصد در بخش تجزیه هستن، ولی اونجا سرمایه گذاری وسیع شده به خاطر میادین نفتی که از دوره انگلیس، از دوره تسلط انگلیس بر منابع نفتی ایران انجام گرفته بوده. اما در مناطق دیگه این سرمایه گذاری ما نداریم. من یادمه در سال 1352 منطقه سیستان بلوچستان بودم و واقعا من گریم گرفت. یک خانواده ماهیگیر بلوچ، کل زندگی اینها به قیمت آن روز شاید 5 تومان هم نبود، یعنی اون موقع دلار 76 ریال بود، یعنی تقریبا 60-70 سنت بود تمام زندگی این خانواده. خب در صورتی که در تهران من در منطقه به اصطلاح تجریش یه موقع در یک شرکت رانندگی دیسپچر بودم، تلفنچی بودم، زندگی این تجملاتی که در منطقه زعفرانی در منطقه تجریش بود من به چشم خودم دیده بودم. در منطقه جوادی جنوب تهران من زندگی کرده بودم، فقر اونجا رو دیده بودم، ولی فقری که در سیستان و بلوچستان من دیدم حتی در میدان غار و جوادی تهران من ندید. یعنی این ستم‌های عمیقیه، ستم‌های اقتصادی وحشتناک، سرمایه گذاری نشده و رژیمی که در آینده برخاسته از دل یک سیستم دموکراتیک و مردمی که پیشنهاد من سیستم شوراییه که حتی از فدرالیسم بالاتره، ولی در هر سیستمی صدای قومیت‌های ایران باید به وضوح شناخته بشه و بر اساس تمامیت ارضی ایران، ولی اولویت به قومیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این منطقه، چه سرمایه‌گذاری‌های علمی، چه سرمایه‌گذاری اقتصادی، چه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، چه سرمایه‌گذاری‌های در مقولات توریستی، لازمه تا این قومیت‌ها از این فلاکتی که در اون هستن بیرون کشیده بشن. تفاوت زندگی در منطقه سیستان و بلوچستان با تهران قابل مقایسه نیست، حتی در محلات فقیر نیست این قابل مقایسه. البته من الان 10 هاست در ایران نبودم، اما مشاهدات و افرادی که هستن، افرادی که واقعا نه مؤمن از لحاظ مذهبی ولی مؤمن به اعتقادات و مؤمن به توده های مردم هستن، این نشون میده که این فقر گسترده است در این مناطق و باید مورد بررسی قرار بگیره و حل بشه. قومیت‌های ایران هیچ وقت مخالف کلیت ایران نبودن، اما امروز این صدای که در بخش صدای تجزیه طلبی و جدایی و رفتن به راه خود هستش، در هرچند که ناشی از یک ناآگاهی سیاسی هستش، اما پایه مادی و اقتصادی سیاسی داره و باید این موضوع حل بشه. ما باید به این موضوعات فرهنگی بررسی کنیم. آموزش به زبان محلی یا آموزش زبان محلی همراه با آموزش یک زبان مشترک، تشویق به ایجاد سازمان ها و دانشکده ها و مدارس برای بررسی زندگی اجتماعی، بررسی ادبی فرهنگی این قومیت ها. امروز ما چند تا داستان به زبان های مثلا کردی یا زبان بلوچی یا ترکمنی ما در ایران داریم، ما نمیبینیم اینا رو، در صورتی که اگر دوره شوروی رو بررسی بکنید، حالا هرچند که اشکالات زیادی داشت، اما ما مشاهده میکنیم که از لحاظ مثلا داستان نویسی های محلی، حالا به زبان روسی هستند، ولی این داستان ها انجام میگرفت، این ادبیات رشد داشت. در ایران ما اینو نمیبینیم. خب اینا ستم های فرهنگیه. ما کدوم فرهنگستان قومیت کرد ما داریم؟ کدوم فرهنگستان بلوچ در ایران داریم؟ یا ترکمن داریم؟ یا عرب داریم؟ ما نداریم اینا رو. یا لور، ما کدوم فرهنگستان لور داریم؟ نداریم اینا رو. اینا ستمه، اینها ستم های فرهنگی اقتصادیه که باید حل بشه. اگر اینها در آینده و در برنامه های سازمان های سیاسی به طور رسمی و به طور مشخص اعلام نشه، آینده ایران فروپاشته. این یک واقعیت، نمیشه هم جلوشو گرفت و باید هم بهشون حق داد. اگر در آن زمان سازمان ها و این زمینه ها را ایجاد کردن در جامعه و هنوز این دیدگاه وجود داره، اون موقع میشه واقعا تو سرش کوبید و نفیش کرد. ولی در این زمان
در این زمان هرچند که یک نوع تشر سیاسی زده میشه، ولی تا زمانی که این پایه های عینی در جامعه از بین نره نمیشه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حالا هر چقدر ما روز خونی بکنیم، موعظه بکنیم، اثری نخواهد داشت. برنامه باید اعلام بشه و این وظیفه سازمان‌های سیاسیه که متاسفانه کل سازمان‌های سیاسی اصلا هنوز وجود نداره به اون صورت. من اینجا سکوت میکنم، فکر کنم 10 دقیقه انجام گرفت. وقت شما تموم شد. وقت آقای دکتر تموم شد. اگه کسی میخوان جواب بدن یا اضافه بکنن لطفاً میکروفونشون رو روشن کنن. آقای علی زین الدین. سلام آقای زین الدین، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر حجبری عزیز و بانو گرامی که خیلی از هر دو بزرگوار آموختیم و سایر عزیزانی که در این برنامه شرکت دارن. خدمت شما عرض شود بنده خودم ملیتم کرده، به خاطر یه سری ابداعات و اختراعات و اینایی که داشتم تلاش کردم که تو محل خودم تو حساب شهر کرمانشاه وام بگیرم. اونجا بود که متوجه شدم که عدم توسعه صنعتی تنها یک دلیل نداره که مثلا ما بگیم به خاطر اینی که فرض میکنیم توپخانه کشورهای همسایه میتونن فلان کارخونه رو بزنن، به همین خاطر یه نوع سانترالیسم، یه نوع تمرکزگرایی صورت گرفته و صنایع را آوردن به مرکز کشور. با یه آقای آشنا شدم به نام آقای مهندس پناهی که مرد بسیار فهمیده و روشن فکر و دانایی بود. ایشون فرمودن که فلانی ببین زمین هایی رو به کارخونه اختصاص میدن که اگر یک بذر بکاری 2 تا بذر بهت نده. وقتی یر بیار بشه دیگه کسی نمیاد، امیدی به اون زمین نیست برای کشاورزی و اینا. ما در کردستان و کرمانشاه و ایلام زمینی نداریم که استعداد کشاورزی نداشته باشه. یعنی در واقع میشه گفتش که پتانسیل های خوب ما تبدیل به نقطه ضعف ما شده. اینه که خب بنده 31 سال در شهرهای مرکزی کشور زندگی کردم. اونجا میدیدم که تو زمین های کویری به راحتی هکتار زمین در اختیار افراد قرار میدادن، اینها می اومدن کارخونه احداث میکردن. حالا اگر ما فرض کنیم این منطق رو برای استانهای غربی کشور به کار ببریم، بگیم که خوب اینا زمینی که به هیچ دردی نخوره ندارن به همین خاطر کارخونه بهشون ندادن، این سوال مطرح میشه که خب سیستان بلوچستان چی؟ اونجا صدها هزار هکتار، میلیون ها هکتار زمین دارن که کویر برهوته. یه مسئله دیگه هم که هست، باید آب باشه. متاسفانه تو سیستان بلوچستان زمین هست، آب نیست. از قدیم هم ساختار کشور ما به یه شکلی بوده که یه نوع تمرکزگرایی وجود داشته و کسی خیلی بهش توجه نکرده. یعنی الان تهران به قلب مکنده ایران تبدیل شده و خون همه استانهای ایران رو تو شیشه کرده و سبب عدم توسعه بقیه استانها شده. در مشهد هم همین داستان همینه. یعنی ابدا مسئله فارس و کرد و ترک و اینجور چیزها نبوده. بنده 31 سال زندگی کردم، هرگز تبعیضی در همین نظام جمهوری اسلامی با همه انتقاداتی که بهش وارده، هرگز در یک جای احساس تبعیض قومیتی یا مذهبی و اینا نکردم، ندیدم، هم جای مشاهده نکردم. گاهی اوقات بود مثلا با یه همکار سر به سر هم میذاشتیم، لهجه‌های همدیگه رو به قول معروف به شوخی میکشیدیم. تنها در این حد بود. در ایران به اون شکل تبعیضی بین قومیت ها وجود نداره. با این حال زمزمه‌هایی درباره تجزیه طلبی و اینجور چیزا آغاز شده، بیشتر اینا ریشه خارجی داره. یعنی الان کشورهای اسرائیل، عربستان، همین جمهوری
آذربایجان و یه سری کشورهای دیگه که احساس رقابت و اینا با ایران دارن به اشکال و انواع مختلف این تجزیه طلبی رو تشویق میکنن. تجزیه طلب کردن یک فرد ناآگاه هم کار خاصی لازم نداره، زمان خاصی هم نمیبره. یعنی بنده به کافیه مثلا به یکی از همشهریای خودم در کرمانشاه یا کردستان بگم فلانی بیا ببین هیچ دیدی یک گنجشک صدای کبوتر رو در بیاره؟ خب طبعا پاسخش منفیه، میگه نه خیلی ندیدم. بگم هیچ جدیدی یه سگ صدای گربه در بیاره؟ میگه نه ندیدم. میگم حالا ببین ما چقدر بدبختیم که به اندازه حیوانات هم به ما برای ما حقوق قائل نیستن و اجازه نمیدن به زبان خودمون بخونیم و بنویسیم. خب طبعا اگر فرد ناآگاه باشه خیلی زود به دام همین استدلال ضعیف فلان میفته و یه نوع آگاهی کاذبی کسب کرده و این کینه کشور رو به دل میگیره و فکر میکنه که بله کل کشور ایران دشمن این شدن و حتی اجازه خواندن و نوشتن به زبان خودشو بهش نمیدن. بنده یه دوستی دارم که از اهالی سلیمانی است، گاهی اوقات به خاطر مسائل کاری و اینا میاد ایران. قبل اینجا زندگی کرده، آدرس ها رو بلده، بیماران اونجا رو میاره ایران و اینا رو معالجه میکنه. در حین این کار یه سری هم به بنده میزنه. خب بنده نسبت به همین خودمختاری و حقوقی که به حساب اقلیم کردستان کسب کرده و یه نیمچه استقلالی داره یه سوالاتی ازش میکنم. ازش پرسیدم که ایشون که البته چون که استاد بوده و شخصیت معروفی هم هست، علل خصوص تو رادیو تلویزیون های کردستان بسیار معروف هستش ایشون و ایشون ماموستا که همون به حساب استاد باشه به زبان کردی خطاب میکنه. ازش پرسیدم ماموستا خب این خودمختاری که شما به دست آوردید در عمل چه خیر و برکتی براتون داشته؟ یه مکسی کرد و گفت که والا چی فکر میکنم به جز ضرر و زیان ما هیچ ازش ندیدیم. گفتم آخه چرا؟ مگر خوندن نوشتن انسان به زبان مادری خودش باشه که خیلی خوبه، این که یه آرزو برای ملیت های ایران. گفت ببین جمعیت کرد در کل دنیا خیلی زیاد نیست، نهایتا مثلا به 40-50 میلیون نفر بیشتر بر نمیگرده. بعد اینا پراکندن تو 4 کشور و به قدری لهجه ها و شاخه های مختلفی دارن که مثلا یک سورانی زبان کرمانشاه رو نمیفهمم، یا یک گورانی زبان که اهالی ایلام و کرمانشاه باشن زبان مثلا یه شاخه دیگه از کردها رو نمیفهمن، اصلا بخوان اینا با هم صحبت بکنن نیاز به مترجم دارن. خب یک چنین تنوعی در عمل هستش. حالا اگر ما مثلا خسته باشیم یه زبان رو بهش رسمیت بدیم، بازم اونجا هم همین داستان شروع میشه که کدوم یک از اینا باید زبان معیار باشه. باز جنگ و جدل و اینا صورت میگیره و هر شاخه‌ای دلش میخواد که زبان مادری خودش رو بهش رسمیت بده و از اینا گذشته. گفت ایشون فرمودن، همین ماموستا فرمودن که موقعی که جوان ما فارغ التحصیل میشه از دانشگاه تازه اول بدبختیشه، برای اینکه ایشون فرض میکنیم لیسانسشو به زبان کردی گرفته یا دکتراشو به زبان کردی گرفته و چون که مناطق کردنشین در هر 4 کشور ایران و عراق و سوریه و ترکیه توسعه نیافتن، کار براش پیدا نمیشه تو کردستان، ناچار میشه که مهاجرت بکنه به جای دیگه. موقعی که میره اونجا میبینن که خوبی فقط به زبان کردی حرف میزنه و به زبان کردی تحصیل کرده، تازه اول بدبختی و بیچارگیشه که باید بیاد یه زبان رو از نو به طور کامل یاد بگیره. این مسائل مطرح نمیشه. متاسفانه تو دستگاه آموزش پرورش فعلی ایران هم اون کسی که وزیر آموزش و پرورش میشه اصلا آدم چندشش میشه با این حرف بزنه. در حد یک دیپلمه معمولی هم اینا معمولا سواد و دانش ندارن، اصلا انگار فاقد شعورن. تصمیماتی که این افراد میگیرن همش به زیان کشوره، باعث جنگ و جدل و چالش هایی میشه که نهایتش ما خروجی شد در درگیری
یک سری جوان ناآگاه با سرباز مرزی میبینیم با تلفات، با خسارات، با مصیبت‌های فراوانی همراه، در صورتی که این مسئله بسیار پیش پا افتاده و به راحتی با گفتگو، با تفاهم اینا قابل حلن. کردستان ها هر 4 تا پارچش به خاطر اینکه به دریا راه ندارن، اینا حتی اگر استقلال مطلق هم پیدا بکنن باز هم مسائل و مشکلاتشون حل نمیشه. بنده یه مقداری در مورد ظهور و سقوط رایش سوم، یک کتاب معروفی اینو مطالعه کردم. آدولف هیتلر متاسفانه به قدری درباره این شخصیت تبلیغات منفی شده که نبوغ و دانشی که این مرد داشت در زیر این همه تبلیغات منفی دفن شده. ایشون یکی از یه سرگرد بسیار معروفی بود که متاسفانه الان اسمش به خاطرم نمیاد، اتریشی بود و خود هیتلر هم که اتریشی بود. از بیباکترین و لایقترین افسران رایش سوم بود. ایشون تو خاطرات خودش گفته که بعد از جنگ منتشر شده ایشون میره آرژانتین، وارد تجارت سیمان میشه. به خاطرات خودش منتشر کرده. در یه بخشش نوشته که من از پیشوا سوال کردم که چرا اتریشو ملحق کردی به رایش. میگه پیشوا پاسخ داد که پسرم، اتریش به دریا راه نداره، به همین خاطر این نمیتونه با کشورهای فرانسه و انگلستان و ایتالیا و اینا رقابت صنعتی داشته باشه و موفق باشه. به همین خاطر این قضیه آنشلوس یا الحاق در حقیقت به سود اتریش بود که مردم هم پذیرفتن و اینا. حالا بعد از جنگ متفقین و هر بلای دلشون خواست به سر این کشورها آوردن و اون داستان جداگونه ایه. ولی عرض بنده اینه که کردستان ها چون که به دریا راه ندارن نمیتونن اون استقلال کامل رو به دست بیارن. این مشکلی تاریخ هر کشوری و جغرافیای اون کشور میسازه. فرضاً ما مثلا با مراکش هیچ اختلاف مرزی نداریم، هیچ سابقه جنگ و جدل و چیزی هم، برای اینکه جغرافیای ما از هم دوره. تاریخ هر کشوری و جغرافیای همون کشور میسازه. ما الان با پاکستان، با افغانستان، با خدمت شما عرض شود همین جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، شیخ نشین ها، با همه اینا دوستی و دشمنی های ریشه دور تاریخی فراوانی داریم، به خاطر اینکه جغرافیای ما اینجا بوده و تاریخ ما بر اساس این شکل گرفته. بنده بسیار افسوس میخورم که افراد شایسته نیستن، یعنی هستن ولی جایگاهی برای افراد شایسته نیست که اینا بتونن کنار هم بشینن و با این قومیت های ایران درست صحبت بکنن. اخیراً یه مقاله‌ای درباره انگلستان خوندم. اونا گویا یکی از ملیت هاشون احتمالاً ولز که همچین اسمی داشته، اینا نسبت به حکومت مرکزی اعتراض داشتن و یه جورایی احساس کردن که در حق اونا تبعیض قائل میشن. انگلیسی‌های عاقل نیومدن منکر بشن و اینا را سرکوب بکنن و تو دهنشون بزنن. اومدن از 400 سال پیش همه پرونده های مالیاتی و اینا رو بررسی کردن و دیدن بله به راستی در طول 400 سال در حق این ملیت، در حق این قومیت ستم صورت گرفته. اومدن باشون صحبت کردن، گفتن ببینید این پرونده های مالیاتی، این پولیه که ما از شما گرفتیم و این پولیه که ما به شما دادیم و اینو به نسبتی که مثلا با سایر ملیت ها سنجیدیم دیدیم حق با شماست، ولی ما نمیتونیم یک دفعه مشکل 400 ساله رو یک ساله حل بکنیم و مثلا بیایم همه بودجه انگلستان رو به شما بدیم تا این جبران بشه. این نیاز به زمان داره و اونا پذیرفتن به راحتی یه مشکلی که میتونست حتی سبب تجزیه انگلستان بشه، با یه گفتگو، با تفاهم، افراد عاقل دور یک میز جمع شدن و یه مشکل رو به راحتی حل کردن. متاسفانه تو ایران اینطوری نیست. این حکومت فوق العاده ایدئولوژیکه. تمام فرومایه هایی که چاپلوسن اینا تونستن با
افراطگری مذهبی و بیش از حد خودشون رو وفادار و مذهبی نشون دادن به مقاماتی برسونن که شایسته اون نیستن. اون آقایی که وزیر فلان وزارتخانه است در حد کد خدایی یک روستای دور افتاده هم شایستگی ندارم. بدبختانه اینا شدن هیئت دولت ما و اینا برای کل کشور تصمیم میگیرن. به هر حال فعلا ما جز افسوس خوردن کار دیگه نمیتونیم بکنیم و امیدوارم که یه روزی برسه که یه حالت شایسته سالاری طبیعیه که ارسطو فیلسوف یونان اینو فرمولش کرد، پیشنهاد کرد و به صورت طبیعی هر شخصی در هر جا باشه اگر لیاقت و شایستگی خودش رو نشون بده میاد تو رأس قرار میگیره. امیدوارم در اینجا محقق بشم. فعلا عرضی ندارم، از پرگوییم عذرخواهی میکنم. میکروفونم بسته بود و میخواستم با آقای زین الدین عزیز هم ازشون تشکر کنم، هم بهشون میگم وقتتون در حال اتمام هست. ولی اگر کسی دیگه علاقه‌مند هستش که صحبت کنه میتونن مایکشون رو باز کنن، 10 دقیقه دارن تا اضافه کنن یا اینی که نقد کنن به گفته های آقای علی زین الدین. آقای علی زین الدین خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. پاینده باشید. زنده باشید. تشکر میکنم از تحمل شما و همه دوستان. سپاسگزارم. خواهش میکنم. آقای روم، شما دوست دارید در این جلسه شرکت کنید؟ دوست عزیز آقای روم، خب شما اقتصاددان هم هستید، نقش اقتصاد رو در مسائل پیشرفت و حل این مسائل دوگانگی به نظر من خیلی مهم هست. شما میتونید اشاره‌ای بکنید؟ اگر کسی دوست الان فعلا حاضر نیست صحبت بکنه، من چند نکته در مورد صحبت‌های جناب زین الدین عرض کنم. ببینید، اینی که ما رژیم را مستقیم به صورت به طور مستقیم مسئول ستم‌های فرهنگی و ستم‌های اقتصادی بر قومیت‌ها می‌دونیم به این دلیله. ببینید اشاره جناب زین الدین به این که بین خود اقوام مختلف، چه مرکز نشین‌ها چه قومیت‌ها، به صورت فرد مشکلی وجود نداره. این یک واقعیته، یا اگرم باشه خیلی کم رنگ بوده نیست در واقع. اما این به این مفهوم نیست که این عدم وجود تعصب بین خود افراد کشوری از قومیت‌های مختلف اگر نباشه بر ستم‌های دیگه تأثیری نداره. ببینید، رژیم هایی به خصوص رژیم هایی مثل رژیم های ایران که دارای بخش وسیعی از اقتصاد کشوری رو در دست داره، دارای 2 نقش هستش و این 2 نقش اگر اجرا نشه ستم مستقیم رژیم بر قومیت هاست. رژیم ایران بخش وسیعی از اقتصاد رو داره، همونجوری که اشاره کردم، لذا میتونه بر اساس بررسی های منطقه‌ای، مثلا جناب زین الدین مطرح کردن که خب در سیستان و بلوچستان زمین هست آب نیست. درسته، این یک واقعیت. اما این به این مفهوم نیست که اگر فلان صنعتی که احتیاج به منابع آب زیاد داره در اونجا انجام پذیر نیست، پس دولت وظیفش این بوده که کاملا منطقه رو نفت کنه. صنایع مختلفی در اون منطقه میتونه وجود داشته باشه که انجام نشده، هیچ گونه انجام نشده، چه همچنین در کردستان، چه در منطقه ترکمن، چه در مناطق مختلف. پس در اینجا به خاطر اینکه دولت تصمیم گیرنده است و عملا به صورت مستقیم عمل میکنه، این وظیفه دولته که با بررسی شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای صنایع لازم را در اون منطقه به وجود بیاره. این شامل حتی صنایع توریستی هم هست. این انجام نگیره. در مورد بخش خصوصی درسته که بخش خصوصی دارای عقل و شعور خاص خودشه و خودش به ظاهر باید تصمیم بگیره، اما نقش مشوق دولت در دادن یک سری آوانس‌های اجتماعی برای تشویق آنها به سرمایه گذاری در این مناطق نیز بسیار مؤثره که هیچ گونه انجام نمیگیره. لذا حتی از این زاویه
دست داشتن مستقیم و عدم تشویق رژیم ها در دو رژیم اخیر کاملا آگاهانه عمل کرد. یعنی نمیشه گفت که دولت آگاهانه عمل نکرده و هر جا آگاهانه عمل کرده و سرمایه گذاری نشده ستم مضاعف آگاهانه حساب میشه و ما دولت و رژیم ها رو مسئول این موضوع میدونیم. هرچند که من لور با فلان قومیت و کشوری ترک یا کرد اختلافی ندارم، اما عدم سرمایه گذاری ارتباطی به این نداره. این تعصبات فرد نیست، تعصبات رژیمیه. حالا بخشیش نهادینه شده و ادامه پیدا کردن یک سیاست نادرست قبلیه و بخشیش نیز امروز همونطوری که جناب زینالدین به درستی مطرح کرد وجود افرادی هستش که در رژیم ها رو در دست دارن. اما همون عدم وجود صدای قومیت ها در دولت و در رژیم خود بخشی از همون ستمه. امروزه نگاه بکنید، خب ما چند نفر از اقوام به اصطلاح قومیت کرد در ایران در مرکزیت تصمیم گیری ها هستن. این رژیم حتی تسنن سنی ها رو بخشی از خودش نمیدونه. خب مناطق سیستان بلوچستان، مناطق کردستان، ترکمن صحرا، اینها اهل تسننن. زمانی که اهل تسنن اجازه ایجاد مسجدی رو ندارن چگونه در دولت شرکت میکنن؟ نمیکنن و چون در دولت نیستن لذا صدایی هم نداره. این دیگه تعصب فردی نیست، این تعصب رژیمه و رژیم شیعی مسئول مستقیم ادامه ستم ها. هرچند که در سال 57 با شعار رفع ستم های قومیت سر کار اومد. واقعا اون زمان که نمرده بودیم، اون زمان بچه هم که نبودیم، ما نسل اون دوره ما دیدیم اینا رو، با اون شعار اومدن و انجام ندادن و همون ستم شاهی رو در این مناطق دنبال. پس رژیم مسئول مستقیم و تنها سرنگونی رژیم شیعی، رژیم پهلوی که سرنگون شده و سرنگونی رژیم شیعی تنها راه، چون این رژیم در طول این 44 ساله نشون داده که اصلاح پذیر نیست. قانون اساسی رژیم اجازه اصلاح نمیده، ساختارش اجازه اصلاح نمیده، تنها میمونه راه سرنگونیش. من ادامه دادم به خاطر اینکه دوستان صحبتی نکردن، ولی من امیدوارم واقعا همراهان و دوستان ما مشارکت داشته باشن، صحبت کنن تا این موضوع فقط از زاویه یک شخص مطرح نشه. ما به دیدگاه‌های مختلف، به راه حل‌های مختلف احتیاج داریم و من امیدوارم صحبت کنن. و دیدم جناب قرداغی بله آقای قرداغی هم تشریف آوردن. آقای قرداغی خیلی خوش اومدید. اگر لطف بکنید شما نظری دارید یا اضافه میکنید ما خوشحال میشیم بشنویم. با درود خدمت همه دوستان، خیلی خوشحالم که این برنامه ها رو مجدد راه انداختید، هم زحمات جناب حجبری و سایر دوستان، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. حقیقتش من خیلی داخل بحث نبودم، الان تازه تونستم یه مقدار سرمو خلوت کنم و داشتم گوش میدادم. ظاهرا گفتگو سر قومیت هاست. حالا نمیدونم دقیقا از چه زاویه‌ای دارید نگاه میکنید به بحث قومیت ها، ولی با توجه به تجربه‌ای که ما در طی این چند سال گذشته کسب کردیم در رابطه با مبحث در واقع این رنگین کمان مردمی در یک چارچوب به اسارت گرفته شده آخوندی به نام ایران، عرض کنم که من میخوام حالا از دید میشه گفت اپوزیسیون به این موضوع یکم نگاه بکنیم. حالا نمیدونم مرتبط باشه با این صحبت‌های دوستان یا نه. ببینید اقتصاد ایران و ایجاد یک اقتصاد به هم پیوسته من فکر میکنم در داخل ایران خیلی دشوار هست، به خاطر
اون شرایط یکی جغرافیایی و دوم شرایط ویژه‌ای که به لحاظ قومیتی و در واقع تنوع مختلف اقوام داره که هر کدوم هم در واقع شرایط و ویژگی‌های خاص خودشونو دارن. مثلا خب ما جنوب غرب دوستان عربمون رو داریم و کردها، آذری‌ها و به هر حال سایر اقوامی که به غیر از 60% که به زبان فارسی صحبت میکنند، حالا طبق این آماری که درست یا غلط ما داریم، و این نتیجه این تنوع میشه گفتش که به طور سنتی یک قدرت متمرکز رو طلبیده یا ایجاد کرده. حالا ما اگر بخوایم از دو جنبه مثبت و منفی بهش نگاه بکنیم، به هر حال جمهوری اسلامی میدونه که مثل عراق یا مثل کشورهای دیگه مورد حمله قرار نمیگیره برای تغییر رژیم یا سقوط آخوندها. این رو میدونه، جمهوری اسلامی در واقع این رو میدونه و از طرفی این کاملا این حس رو داره که بزرگترین میشه گفتش باگی که داره سیستم و از اون طریق باعث فروپاشی میشه اهرم اقلیت‌ها است. اگر اقلیت‌ها به هر حال اون قدرت رو پیدا کنن، چه به لحاظ سلاح و چه به لحاظ اون اتحاد، و بتونن با هم در واقع هماهنگ بشن، بزرگترین خطر به نظر من برای جمهوری اسلامی هستش. میشه گفت خطر خارجی، به خاطر اینکه خب موقعیت استراتژیک جغرافیایی و شرایط ایران شیوه های دیگه ای رو اجازه نمیده که از خارج بشه بهش ضربه زد. و خب اون موضوعات هسته‌ای اوناش هم که هست که بحث اسرائیل و عربستان پیش میاد، نمیخوام به اون بپردازم، بیشتر میخوام تو همین قومیت ها بمونیم. ببینید ما در سمت ما، منظورم در جایگاه اپوزیسیون، من فکر می‌کنم نه تنها از این امتیاز استفاده نکردیم، بلکه یه جورهایی هم با توجه به اینکه خواستیم اون فرهنگ کهن، علاقمندی ها و شاید بشه اسمشو گذاشت که موزه تاریخی خودمون، علاقمندی موزه تاریخی خودمون، نخواستیم از این امتیاز استفاده کنیم برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی، برای ضربه زدن به اون سیستمی که خب این کاملا مشخصه که توی در سایه رژیم آخوندی فرقی نمیکنه شما چه لور باشی، چه کرد باشی، چه نسلا از تهرانی باشی، فرقی نمیکنه، اون ظلم به شما خواهد شد توسط جمهوری اسلامی. کسی که دار میزنن نمیگن از کدوم قومه ما دار بزنیم یا نزنیم، اون کار خودشون میکنه، پس من برای اونا فرقی نمیکنه. ولی از طرفی بحث تمامیت ارضی رو پیش میکشه و این جریان رو خودش هم تقویت میکنه به شدت و همینطور تفرقه میندازه، به خاطر اینکه اون اهرم قوی در واقع مرزنشین ها که حالا بیشتر میخوام نقش مرزنشین ها رو پیش بکشم، به خاطر اینکه دو تا مسئله مهم این وسط وجود داره. یکی جدایی طلبیه، چون به هر حال از مرکز ایران که کسی نمیتونه جدایی طلبی ایجاد کنه. حالا خیلی یه سری به طنز یا به یه سری مسائل میان مطرح میکنن، چه میدونم لرستان مستقل و فلان، نه حالا اون بحثش جداست. ولی ما پتانسیل بسیار قوی داریم بله برای جدا شدن. درسته این یه
مسئله دیگه ای هست که طرف نمیخواد در زیر سایه جمهوری اسلامی باشه. ما از این پتانسیل به دلایل مختلف استفاده نکردیم، در صورتی که ما میتونستیم. ببینید یک مرزنشین کرد، شما بیا براش در مورد چه میدونم جایگاه کهن فارسی، ایرانیان، فلان، فردوسی، اینا براش صحبت کن. وقتی که این شخص گرسنه است و احساس ناامنی میکنه، در برابر اینکه بخواد مفهوم وطن، چه میدونم اون سنت‌های کهن و اینها رو بخوای بذاری جلوش، اون براش این معنا نداره. اون میخواد از اون ظلمی که بهش میشه فقط در بیاد به هر قیمتی شده. حالا یکی از اونها رو حس میکنه که من بیام مستقل بشم، یکی که من در آغوش یک سیستم دیگه ای برم، و این پتانسیل بسیار زیاد ایجاد میکنه که ما بیایم اینا رو تقویت کنیم که بتونیم مبارزه کنیم در داخل و از همین استفاده کنیم، از همین قدرت استفاده کنیم برای ضربه زدن به خود جمهوری اسلامی. مطمئناً وقتی همه ما بتونیم این شرایطی رو ایجاد بکنیم که همه بخوان با اون ظلمی که بالا سرشون هست یکسان مبارزه کنن، در عین حال این اطمینان و اعتماد رو داشته باشن که بعد از اینکه این در واقع ظلم برداشته شد، اگر شرایط بهتری ایجاد شد در سایه همون شرایط بمونن، و اگر یک سیستم دیگه ای مثل جریان سیستم سلطنتی و آخوندی اگر شرایط بدتری پیش اومد، این اختیار و این قدرت رو داشته باشن که بخوان از این خط چیز میشه گفتش که اون تمامیت ارضی جدا بشن. ما الان توی تاریخ معاصرمون جدایی های زیادی داشتیم. حالا باید بیایم نگاه کنیم ببینیم کدومشون الان چوب و چماق آخوندی بالا سرشه، کدومشون نیست، کدومشون خوشبخت‌تر از ما. خب بتسبونه که شرایط زندگیش، شرایط کشورش بهتر از ما شده، اگر ما مدام چماق تمامیت ارضی رو میکوبیدیم تو سر اون و اجازه نمیدادیم که جدا بشه، آیا ظلم در حقش نکرده بودیم؟ حالا نمیخوام خیلی گسترده ترش کنم، فقط منظورم من اینجا اینه که به هر حال شاید ما بخوایم اون وطن رو برای خودمون خیلی مقدس جلوه بدیم، ولی این تقدس ما نباید باعث بشه که زندگی های دیگه قربانیش بشه، زندگی های دیگه حالا خواه ناخواه باعث بشه که ضمن اینکه نمیذاریم مبارزه کنن برای خودشون، خودمون هم که باشون متحد نمیشیم، از طرف دیگه ای هم یعنی یک ظلم مضاعفی بهشون میکنیم، هم در اقلیتن، همین که با هم بدتر داریم چیزشون میکنیم، تحت فشار بیشتری قرارشون میدیم. میگم من فقط صرفا خواستم از دیدگاه اپوزیسیونی به موضوع نگاه کنم. حالا باز دوستان اگر صحبتی دارن من بله، وقت آقای قرداغی تموم شد. سوالی که من از شما دارم، شما به ما اشاره میکنید، این ما رو کی قلمداد میکنید؟ من چند بارم عرض کردم میخوام فقط چی میگن از زبان اپوزیسیون صحبت کنم، چون ما که اکثرا متاسفانه کسانی که اکثرا وصل میشن به فضای مجازی و راحت میتونن صحبت کنن و حالا چه به لحاظ اینترنت و چه به لحاظ اون آزادی که دارن، ما اپوزیسیون هستیم دیگه. ما تمام کسایی که با جمهوری اسلامی و خارج از ایران داریم مبارزه میکنیم و خب دستمون بازتر هست. ما اکثر ماهایی که استفاده کردم در صحبتام، داخل صحبتام هم گفتم از دید اپوزیسیون خواستم فقط توضیح بدم. خانم دکتر یه موضوع دیگه ای رو من میخواستم فقط مطرح کنم و اونم این که دوستانی که میخوان صحبت بکنن ولی صداشون ضبط نشه و یا توی یوتیوب و اینا گذاشته نشه، میتونن صحبت بکنن و بعدش عنوان بکنن که دوستانی که کار حالا ویرایش و کار پخش این کار رو انجام میدن میتونن اون بخش ها رو حذف کنند و بعد در
جاهای مختلف منتشر بشه. بگم اینجوری بتونیم راحت‌تر صحبت بکنیم و اون دوستان هم حق صحبتشون محفوظ باشه. من پیشنهاد کردم که برای من بفرستید، من اسمم نمیبرم، فقط میخونم و بقیه جواب بدن به صحبتشون. یک سوال دیگه من برای شما آقای اجازه ببخشید در ادامه صحبت جناب قراداغی انجام بدم. این واقعا پیشنهاد خوبیه. اگر دوستان قصد دارن که صحبت بکنن ولی صداشون پخش نشه، کافیه در قبل از اینکه شروع کنن بگن این قسمت حذف بشه و موقعی که ویراستاری انجام میگیره اون بخش راحت میشه حذفش کرد. این فقط اعلام، اگر اعلام بشه دیگه به اصطلاح نقطه شروع ما میدونیم چه کسی رو باید صحبتشو از کل مطلب بیرون بکشیم و قطع بشه و صحبت صدای شخص پخش نشه. بله درست. آقای قراداغی یک سوالی از شما دارم. شما از اپوزیسیون صحبت میکنید، آیا سلطنت طلبا هم شما حساب میکنید یا اونا رو در واقع یه پارت چه میگن دست چپ یا راست جمهوری اسلامی میدونید؟ ببینید صحبت کردن راجع به سلطنت طلب ها، طیف وسیعی از سلطنت طلب ها رو با توجه به اینکه ما داریم صحبت کردن در مورد این میشه گفت گروه یه مقدار سخت هست، چون ما در داخل سلطنت طلب ها کسایی رو داریم که خط قرمزشون تمامیت ارضیه، یعنی تمامیت ارضی رو مقدم بر حذف جمهوری اسلامی میدونن. خب با اینها یه جورهایی میشه گفت تجربه ثابت کرده که یعنی تجربه 1 سال گذشته‌ای که ما داشتیم و با توجه به اکت هایی که اپوزیسیون در جاهای مختلف و گروه های مختلف نشون دادند ثابت کرده که صرفاً دشمن من دوست من نمیتونه باشه در این مبارزه لااقل. به خاطر اینکه خب بالاخره طبق اسناد و مدارکی که الان بیرون میاد یه مقدار اولا که اعتماد کردن به دوستان سلطنت طلب یه مقدار مشکل هست به 2 دلیل. یکی این که شیوه مبارزهشون فرق میکنه، حالا به خودشون مربوطه درسته یا غلطه، اینکه در جاهایی حاضرند با جمهوری اسلامی همکاری بکنند، یا خیلی جاها ما میبینیم که حرف هایی که از این تریبون ها زده میشه با حرف هایی که از جمهوری اسلامی میشنویم خیلی تفاوتی نداره. یعنی اگر به قدرت برسند و مشکل خیلی بزرگی که من همیشه در جنبش زن زندگی آزادی هم با دوستان مطرح می‌کردم این بود که ببینید فرض کنیم همین الان ما تونستیم پیروز بشیم و این سیستم رو بریزیم پایین. بحث مهمتر پیش میاد این که چه کسی قدرت داره. ما 2 قشر خیلی میشه گفتش که فعالی هستن که قدرت دارند. قدرت حالا نه به معنی منطقیش، قدرت رو چه چیزی تعیین میکنه؟ وقتی یک کشوری سیستم نظامی نداره یا فرو پاشیده مثل 57، 2 تا چیز تعیین میکنه. یک خطرناکترین در واقع جایگزین به نظر من غیر از سلطنت طلب ها میتونم بگم مجاهدین هستن، به خاطر اینکه 2 تا جریان خیلی مهم رو اینها دارن و دارن پرورشش میدن. یکی بحث نظامی هست، اینها هم اسلحه‌اش رو دارن هم آموزشش رو، یعنی نیروهای آموزش دیده‌ای که داخل این سیستم هستند و فعالند، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. و دومین مسئله بحث سازمانیه. این گروه در واقع یک سازمان منسجمی داره، حالا به هر طریقی وقتی داره یک گردهمایی برگزار میکنه میتونه چندین هزار نفر رو جمع کنه، سازماندهی کنه و در جاهای مختلف ازشون استفاده کنه. و از اونجایی که این سیستم
به نظر من به لحاظ اعتقادی و به لحاظ شیوه حکومتی چندان اختلافی با جمهوری اسلامی نداره و در واقع خطرناک ترین جایگزین بعد از قدرت افتادن رژیم اسلامی هست و فکر می‌کنم خب این خیلی خطر بزرگیه. و دومیش بحث سلطنت طلب هاست، دوستان سلطنت طلبی که یه جورهایی میشه گفت فاشیسم رو نشون دادن به ما در سال گذشته با استفاده از چند مسئله خیلی مهم. یکی از اونها پروپاگانداست. این پروپاگاندا و اون قدرت رسانه‌ای که اینها دارن، حالا چه از طریق پولهایی که هزینه میکنن و چه از طریق اون سوء استفاده از میشه گفتش که خاطرات و نوستالژی که جامعه ایران داره، این رو خب بسیار دارن پرورشش میدن. تو بحث قومیت هم که ما میبینیم تمام خط به خط اون چیزهایی که از تئوریسین های سلطنت طلب اومد بیرون هیچ فرقی با جمهوری اسلامی نداره. یعنی ما تو بحث قومیت و اون رنگارنگی مردمی که در ایران داریم، نگاه این دو در واقع قدرت یا این دو گروه هیچ مو با هم نمیزنه. پس بنابراین در این زمینه ما نمیتونیم اینها را هم خیلی روشون مانور بدیم و بتونیم باهاشون چطور بگم باهاشون در یک سنگر بجنگیم. این مشکل خیلی بزرگی که ما داریم متاسفانه. بخاطر اینکه من شخصا شاهد این هستم و میبینم که انرژی بسیاری از اپوزیسیون داره هزینه میشه فقط صرفا به خاطر اینکه حالا نمیشه گفتم که اینا برنامه‌ریزی شده نیست، خیلی هاشم برنامه‌ریزی شده است از طرف سلطنت طلبها و خیلی از طرف خود جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه قشر سلطنت طلب مستعد این هستن که سوء استفاده سیاسی ازشون بشه، به خاطر اینکه خیلی قدرت علمی پشتشون نیست و ولی به راحتی میتونن یه جورهایی میشه گفتش که تأثیر بذارن روی مردم، همونجور که گفتم با سوء استفاده از اون علاقمندی های گذشته‌ای که مردم داشتن یا اون به هر حال نوستالژی که پشت تاریخی مردم ما هستش. خیلی ممنون و متشکرم. خب من اجازه دارم یک چیزی اضافه بکنم به همه صحبت ها؟ خواهش میکنم شما نقطه نظریات خودتون هم مطرح کنید. خیلی ممنون. ببینید مشکل به نظر من خیلی از این مشکلات رو میتوان با مسئله رفع کردن مشکل اقتصادی حل کرد. اگر سرمایه‌داری گذاشته بشه، کار ایجاد بشه، جوان کرد، جوان بلوچ و دیگر قومیت‌های ایرانی به آینده مطمئن باشن، آیندهشون روشن باشه، شغلشون سکیور باشه، بتونن که یک میدونید برای خانواده دیسنت لایف رو درست بکنن، مشکلات رو میشه حل کرد. مثالی که براتون میارم از مکزیک میارم. در زمان گذشته اگر به تاریخ مهاجران امریکا نگاه میکردید، مکزیک جز ردیف‌های اول بود که به امریکا مهاجرت میکردن. بعد از اینی که وضع اقتصادیشون بهتر شد، الان در ردیف پایین قرار گرفتن. علتش هم این هستش که جاب دارن، اقتصادشون شکوفا شده و هیچ کس، باور کنید من نمیگم هیچ کس، ولی خیلی ها دوست ندارن از مملکتشون در بیان مگر اینی که مجبور باشن. برای همین هم هستش من اعتقادم بر اینه که در مناطق محروم ایران که همینجور که آقای دکتر هوژبری اشاره کردن، خود من ناظر همین مناطق عرب نشین خوزستان بودم که مردم در زمان شاه که انقدر ازش تعریف میکنن تو کپرا زندگی میکردن. اینها رو اگر هر حکومتی بتونه حلش بکنه، باور کنید به همه هم شما اجازه بدید که به زبان مادریشون صحبت بکنن،
و این تبعیض ها از بین نمیره مگر اینی که مشکل اقتصادی از بین بره. و اینی که من خیلی بهش معتقد هستم مسئله سنترال هستش، یعنی دولت سنتر یا دولت فدرال نباید اینقدر قدرت داشته باشه. اگر ما این قدرت رو بین بقیه ایالت‌های ایران تقسیم بکنیم خواهیم دید که اون گروه یا شورا یا هر چی که میخواین اسمشو بذارید برای مردم خودش بهتر تصمیم میگیره تا یک کسی که تو مرکز نشسته. ممنون. اجازه دارم من بخشی از گفته‌هامو تکمیل کنم؟ بله بفرمایید، میکروفون مال شما، برای 10 دقیقه وقت دارید. بفرمایید آقای زین‌الدین. شما به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودین و اونم قضیه اقتصادی بود. ببینید عدم توسعه مثلا کردستان یا سیستان بلوچستان تنها حکومت ها مقصر نیستن. رفتن اونجا بیمارستان بسیار خوبی تو زاهدان ساختن، مردم ریختن اینو در به داغون کردن. هر جا توسعه شروع میشه اول پاسگاه های انتظامی و یه نیروی قدرتمند ارتشی میره اونجا که پاسدار سرمایه ها باشه. متاسفانه موقعی که حکومت اونجا میره پاسگاه ایجاد میکنه، خب تبلیغات منفی اینو به شکل یک عامل سرکوب در میاره. موقعی که میره مخابرات درست بکنه باز هم اینو به شکل یک عامل برای جاسوسی کردن از مردم میبینه. موقعی که میره جاده ها رو توسعه بده باز هم اینو به شکل یک مسئله لوجستیکی برای انتقال نیروهای نظامی و انتظامی و اینا در نظر میگن. خب اینطوری نمیشه. متاسفانه حکومت مداح و روزخون فوق العاده زیادی داره، اما حتی یک سخنگوی با شعور بنده ندیدم که بشینه این مسائل رو برای مردم تشریح بکنه. رابطه حکومت با مردم قطع شده. الان در ایران کشاورزا به شدت در رنج و زحمت و ضرر و زیانن. چرا؟ برای اینکه اطلاعات ندارن. وسایلی مثل آمار، مثل ماهواره ها و اینا در اختیار حکومت هست، در اختیار مردم نیست. مردم یک سال میرن پیاز و مثلا سیب زمینی زیاد میکارن، به قدری این قیمتش ارزون میشه که تمام زحمات یک ساله کشاورز بیچاره به هدر میره و کلی متضرر میشه. یک سال هندوانه نایاب میشه، میرن از کشورهای دیگه میارن، یک سال دیگه هم به قدری فراوون میشه که تو مزرعه ها این میپوسه. یعنی شما ببینید وزارت کشاورزی هرگز نمیاد این داده های ماهواره‌ای و داده های آماری شو در اختیار دهقان بیچاره قرار بده که هر سال ما اینجا شاهد و ناظر هستیم. کسی که خیار کاشته ضرر کرده، یا گوجه بادمجون کاشته ضرر کرده، یا سایر محصولات، چون اطلاعات در اختیارش نیست. تو آموزش پرورش هم داستان به همین شکله. یعنی دانشگاه ها میان دانشجوی زیادی رو میپذیرن بدون اینی که زمینه کارشون تو کشور فراهم باشه. با هزار رنج و زحمت خانواده ها یک بچه رو به جای میرسونن که مثلا این مدرک لیسانس یا دکترا میگیره. موقعی که مدرکشو گرفت تازه اول رنج و بدبختیش باید بره راننده اسنپ بشه. بنده تو اون بخش از صحبتام به یه نکته اشاره کردم که از زبان اون فرد بسیار فهمیده و عاقل مهندس پناهیان، یادش بخیر، شنیده بودم که ایشون فرمودن که ما در مناطق غربی زمین بی حاصل نداریم. خب این یک پتانسیل فوق‌العاده عالیه. یعنی چی؟ یعنی سرزمین مادری من استعداد کشاورزی داره، منطقه لرستان استعداد دامداری فوق‌العاده بالایی دارد. تو این استان میشه هر سال میلیون ها تن گوشت اعلای درجه گوسفندی تولید کرد. سرمایه آنچنانی هم نمیخواد. متاسفانه همه اینا به عدم برنامه ریزی و
اینکه شایستگان سر جای خودشون نیستن، افرادی به مقام‌های تصمیم گیری رسیدن که دانششو ندارن، شعورشو ندارن. اینا قدرت قبضه کردن، میدون به هیچ کسی نمیدن، هر کسی به یک بهانه، این خودیه، اون نخودیه، این نمیدونم فلان، اون بهمانه. اصلا قصد و اراده‌ای برای توسعه نیست. وگرنه بنده اغراق نمی کنم، نمیخوام بگم که مثلا کشور ایران از همه کشور، نه اینطوری نیست، ولی میتونه یک کشور متوسط باشه و یک زندگی مرفه و آبرومندانه برای مردم خودش ایجاد بکنه. تو همون سیستان بلوچستان هم استعدادهای فوق‌العاده زیادی نهفته است، هم از نظر کشاورزی. اصلا سیستان انبار قله ایران بوده از قدیم. میگن ناصرالدین شاه میگفت که اگر سیستان گندم داشته باشه ایران گندم داره، اگر نداشته باشه ایران هم نداره. خب الان وضعیت سیستان تبدیل به چی شده؟ به یک کویر برهوتی که برای نون خودش هم شاید مشکل داشته باشه. یک چنین استعدادهای فوق‌العاده‌ای در کشور هستن و بالاتر از هر استعداد دیگه افراد خلاق و دانشمند یک کشور ما دارن. متاسفانه دستگاه‌های حکومتی دشمن قسم خورده هر نوع فرد شایسته هستن. موقعی که به اینا نگاه میکنن بلافاصله اینا رو به چشم یک رقیب میبینن که خودشون مطمئنن اگر به این شخص میدون داده بشه جای اینا رو میگیره و از همون اول به قدری مانع سر راش قرار میدن و گزارشات کذب و نمیدونم از بی ایمانیش گرفته تا مسائل مشکلات اخلاقیش، همه اینا رو تبدیل به یک چماقی میکنن و این شخص رو میکوبن و اجازه رشد بهش نمیدن. اینه که افراد ناشایست به مسئولیت‌های بزرگ رسیدن و به صورت یک ترمزی در اومدن که اینجوری استعداد کشور ما به هدر میره. خدا میدونه تو همون کردستان میشه کارهایی کرد بیمانند. در اون کردستان توت فرنگی عمل میاد بسیار معطر که شاید هیچ جای دیگه نظیرش نداشته باشه. بسیار استعداد محصولات دیگه ای داره. اصلا به صورت خودرو جنگلایی داره که خود همون جنگلان نشون دهنده اینه که اونجا استعداد کشاورزی داره، استعداد دامداری داره. مردمان سختکوش، قانع، فهیم. ملیت های ایران خیلی مردمان فهیم و جالبی داریم ما. علیرغم همه این نامهربانی ها، همه این محرومیت ها، خیلی گرایشی به تجزیه طلبها نداشتن. این بحث تجزیه بدبختانه به یه صورتی در اومده. الان موقعی که فرض میکنیم یه شخصی میاد از جانب کومله یا هر حزب دیگه ای صحبت میکنه، خیلی راحت میگه ما خودمختاری برای کردستان میخوایم، و دموکراسی برای ایران، و نیتمون خیر و فلان و اینا. و این ظاهر قضیه است. شما وقتی که برای کردستان خودمختاری گرفتی، بقیه ملیت های ایران هم خودمختاری میخوان و این آغاز تجزیه کشوره. راه درست و منطقیش این نیست. ممکنه فدرالیسم یا اشکال دیگه حکومت تو سایر جاهای دنیا جواب داده باشه، ولی برای کشور ما علل خصوص تو این شرایط جنگی و اضطراری که الان کشور داره و در چندین جبهه در یک جنگ اعلام نشده کشور درگیر هستش. شما نگاه نکنید، ممکنه حکومت ایران نسبت به اهل تسنن خودش بی‌مهر باشه، ولی نسبت به اهل تسنن خارج از کشور ایران اینطوری نیست. همون حماس همه اهل تسننن. اهل تسننن بدبختانه مهار فکریشون دست افرادی افتاده که از آن سوی مرزها تغذیه میشن. اینها افرادی هستند که بدبختانه تو هر دو سوی ماجرا از این افراد هستن. یعنی یک سری اشخاص ناشایست و نالایق اینور هستن که اینا میان مثلا به بزرگان و مقدسان اهل تسنن توهین میکنن. میشه یک خوراک فکری برای یک تعدادی از روحانی های تندرو که اونور جبهه قرار گرفتن و اینا دارن با هم پاسکاری میکنن. اونم شروع میکنه و
اینو رافضی میدونه، اینو فلان میدونه، اینا بهانه‌ای برای تجزیه درست میشه که مهار فکری همه اینا هم به آن سوی مرزها بسته شده. متاسفانه کشور ما حتی یک سخنگوی عاقل، یک فرد شایسته ای نیستش که این مسائلی که مربوط به روابط مردم و حکومت هستش اینا رو تشریح بکنه به یک زبانی که مردم اینا رو بفهمن. خب تو کردستان بخوای توسعه اقتصادی بدی، اولین شرطش اینه که اونجا امنیت داشته باشه. من سرمایه گذار اگر خواسته باشم برم اونجا کارخونه بزنم، وقتی ببینم پیش از من پیشمرگه ها رفتن مسلح شدن و تو کوه ها هستن، بلافاصله پشیمان میشم. تو سیستان بلوچستان هم برم، وقتی ببینم باز هم اونجا یه تعداد افراد متعصب هر روزی به یه جایی دستبرد میزنن، به صورت دستای راهزن در اومدن، اسمهای اسلامی رو خودشون میذارن، اما ماهیت کارشون راهزنی و عدم آرامش. خوب معلومه که باز معروفه که اصلا سرمایه یک عنصر ترسوه، اونجا سرمایه گذاری نمیشه. حکومت بدبختانه نداره چنین افرادی رو نداره که بشینن این مسائل رو برای مردم بشکافن. اون اطلاعاتی که مردم بهش نیاز دارن، خانواده های دانشجو بهش نیاز دارن که آقا من اصلا برام صرف میکنه درس بخونم یا نه. تو کول برای آقای دکترای فلسفه داشته، من نمیدونم این آقا چه نوع تفکری داشته و چطوری فکر کرده که رفته تو رشته فلسفه درس خونده و نهایتا کارش به کولبری کشیده شده. خب اگر این روز اول کسی بهش میگفت که آقا ما زمینه یک چنین رشته تو ایران نداریم، تو خارج از کشورم اگر میخوای بری باید بیه زبان دیگه تحصیل بکنی، نه اینه که خانواده پیر و کور شدن هست و نیستشون خرج این بچه کردن تا به عمل بیاد، حالا که به عمل اومده باید بره حمالی بکنه و کولبری بکنه. خب این اطلاعاتو کی باید بده؟ حاکمیت باید بده، حکومت بده، وزارتخونه ها بده، ادارت کل کشور، رادیو، تلویزیون، مطبوعات. اینا هم همه به دست افرادی افتادن که هر رو از بر تشخیص نمیدن، 24 ساعته فقط مداحی میکنن، 24 ساعته فقط کارهای غلط دولت رو توجیه میکنن و مردم رو در خیلی از زمینه ها با بنبست رسوندن و باعث ضرر و زیان مردم شدن. کشور ما استعداد اقتصادیش به حدی هستش که مردم ما بتونن یک زندگی مرفه و آبرومندانه داشته باشن، به همون شرطی که عرض کردم. بازم پوزش میخوام از پرگویی. من خواهش میکنم، نکات خوبی رو اشاره کردید. آقای زین‌الدین اجازه بدید از تجربه خودم براتون بگم. ببینید وقتی که مردم، یعنی در واقع هر ملتی، هر مردمی، یعنی این احساس که چه، یعنی دیده باشن که با بقیه differently treat میشن، یه ریزنتمنت دارن و این مسئله تا روشن نشه، علتاش بیان نشه و دنبال چاره جویی نباشیم، یعنی ریشه ها پیدا نشه، اینها وجود داره. علت این که اون مخابرات رو در اونجا میرن به عنوان جاسوسی خراب میکنن، اینا ریشه در عدم اعتماد مردم به حکومت مرکزی هستش که سالیان سال ریشه داره. اینا باید در بیاد. ببینید وقتی که واکسن کرونا در اومد و ما میدونیم که مرگ و میر در بین سیاهای امریکا با مقایسه سفیدا 40% بالاتر بود، ولی به خاطر اون مسئله سفلیس که دنبالش نمیرم، سیاها ازش خاطره داشتن، به کاری که میگفتن سفیدا انجام دادن ما اعتماد نداریم و واکسن رو رد میکردن. میگم اینا همه ریشه داره. علت خراب کردن چی هستش؟ خراب کردن معلولی میشه برای علتها که تا اون علتها ریشه یابی نشه دردی درمون نمیشه. آقای علی زین، علت این که مردم به حکومت مرکزی سالیان سال ببینید بی اعتماد شدن، اینا رو باید باز کنن، یکی یکی با اونا مطرح بکنن و همینجور هم که شما اشاره کردید وقتی مردم زیر ظلم باشن، زیر ستم باشن که میخوان از اینا استفاده بکنن، اینا رو باید حل کرد. گناه مردم نیست،
این گناه، این ضعف چندگانه است که سالیان سال روی مردم سایه انداخته. تا اینا به نظر من حل نشه و راه‌های منطقی ارائه داده نشه و اعتماد اونا رو جلب نکنن، این چه بهش میگن، همین آش به همین کاسه میشه. ممنون، خیلی ممنون آقای علیزی. فرصت هست من یه چند نکته ای رو مطرح کنم؟ بله بفرمایید. من چند نکاتی رو در مورد صحبت‌هایی که انجام شد مطرح کنم. ببینید جناب قرارداد مطرح کردن که سازمان‌های به اصطلاح قومیت‌ها به گروه‌های دیگه بپیوندن. من برداشت خودم و اینو البته در گروه نیست چندین بار نوشتم ولی مطرح میکنم. ببینید سازمان‌های محلی در ایران، قومیت‌ها باید سازمان‌های محلی خودشونو داشته باشن، این حرفی توش نیست، چون در یک جبهه کلی، جبهه‌ای که برای سرنگونی یا برای رهبری ایجاد میشه، سازمان‌های سراسری که دارای وزن اجتماعی هستند، یعنی نمایندگی برش‌هایی از اجتماع رو دارن، همراه با سازمان‌های محلی که منافع قومیت‌ها رو مشخص میکنه، اینها باید زیر یک برنامه باشن. اما یک نکته دیگه هستش که جدا بودن سازمان‌های محلی و قومیتی در شکل محلی و تنها نشان دادن این که فقط ما دنبال این منافع هستیم و جدا از جنبش سرتاسری باشه، امر نادرستیه. و تا زمانی که این گسست بین سازمان‌های محلی و سازمان‌های سرتاسری وجود داره، امر پیشبرد انداختن و سرنگونی رژیم و ایجاد انقلاب تقریبا غیر ممکن میشه، چون رژیم در این شکل به صورت محلی راحت نابود میکنه. بارها مطرح کردم که مثلا حزب کمونیست کردستان، مردم کردستان باید نه تنها در منطقه کردستان فعال باشه، بلکه باید با سازمان‌های مارکسیستی دیگه در سراسر کشور ارتباط برقرار کنه، بخشی از جنبش سرتاسری بشه. اما تا زمانی که به صورت محلی رفتار میکنه، کاری از پیش نمیبره. این در مورد تمام قومیت ها باید به کار برده بشه. و در دوران قدیم یک چنین عدم گسستی وجود داشت. گسست نبود. زمانی که فعالیت وجود داشت، مبارزه کرد در این حال که منافع کردستان رو در نظر داشت، ولی منافع کل مردم ایران رو در نظر داشت. این گسست ایجاد شده و باید از میون برده بشه. اما در مورد یک سری شرایطی که به صورت برنامه‌های مشخص در زمینه فرضاً اقتصادی، جناب زینالدین مطرح کردن که منطقه سیستان بلوچستان، منطقه سیستان به خصوص بلوچستان یک مرکز ایجاد گندم بود و امروز تقریبا هیچ کاری فعالیت اقتصادی کشاورزی انجام نمیده. ولی ببینید اینجا پای رژیم در مطرح میشه. اگر رژیم قادر نباشه که آب رودخانه هیرمندو، یعنی سهمیه آب خودشو از افغانستان بگیره، که البته اونجا هم دوچاره کم آبی هستن، به جای اینکه میلیاردها میلیارد دلار در مناطق دیگه خرج کنه، در مناطق بین از منطقه پولساریو در شمال آفریقا خرج کنه یا در کشورهای دیگه خرج کنه، یا بر سر ایجاد یک نوع تسهیلاتی که به راحتی میشد در به صورت برنامه‌های هسته‌ای ایجاد کرد. و من شخصا خودم از کسانی هستم که به برنامه هسته‌ای برای کشور اعتقاد دارم. اما مخارجی که ایران به روسا پرداخت تقریبا 5-6 برابر قیمت واقعی یک چیز بود، فقط به خاطر سیاست‌های نادرست حکومتی و تشنج‌های بیجایی که ایجاد میکنه. لذا بخشی از این پول به راحتی میتونه صرف تسهیلات هسته‌ای آب شیرین در کنار خلیج و در کنار دریای عمان باشه و با این آب به راحتی اگر سهم به حقابه ایران از کوههای افغانستان و دریاچه هیرمند و رود هیرمند تامین نشه، از این آب برای منطقه کشاورزی سیستان بلوچستان به نحو احسن استفاده بشه، کاری که اصلا ذره‌ای انجام نگرفته.
در منطقه اصفهان آب رودخانه زاینده رود از بین بردن، کشاورزی اصفهان از بین بردن، به خاطر اینکه اینها رو منتقل کردن به منطقه کرمان برای باغ‌های پسته‌ای که جناب رفسنجانی داشت، اعمال نفوذ. خب یعنی اینها فساد گسترده در این، عدم برنامه ریزی، ولی همه اینها ناشی از یک فساد گسترده است و فساد گسترده ناشی از ساختاره. اما در مورد مسائل فرهنگی، به این کار راحت میشه انجام گرفت که باید انجام بگیره، ولی در این رژیم انجام نخواهد. یکی این که ایجاد فرهنگسرا و فرهنگستان‌های محلی برای بررسی توسعه زبان‌های محلی. آموزش. من قبلا در اون کتابی که در مورد زمین کشور شورایی نوشتم اینو مطرح کردم، در نوشتار دیگه مطرح کردم که مسئله زبان میتونه کنار هم باشه به صورت زبان محلی فرزند مثلا تا دوم سوم ابتدایی، با زبان مخلوط فارسی و محلی تا میانه دوره دبیرستان، از اون به بعد زبان فارسی دوره دانشگاهی، بعد همراه در اون بخش دوم دبیرستان زبان فارسی همراه با زبانهای محلی، دوره دانشگاه تا لیسانس زبان به صورت زبان فارسی و بعد از اون در سطوح بالا به زبانهای انگلیسی باشه. اما در همون دانشگاه‌های محلی که این مثلا علوم به زبان فارسی انجام میگیره، اما دپارتمانی که حتی در سطح دکترا در مورد زبان محلی باشه باید انجام بگیره. ایجاد اینا. بعد ایجاد نشر کتاب‌ها، ایجاد تسهیلات برای نشر کتاب به زبان‌های مختلف. چرا هر کتابی که در ایران منتشر میشه تنها باید به فارسی باشه؟ این تسهیلات وجود نداره. فرضاً من نوعی که کتابی رو منتشر میکنم قادر باشم همزمان اینو به زبان کردی منتشر کنم یا به زبان بلوچی مطرح کنم. خب این امکانات وجود نداره. دولت، این رژیم هستش که باید این کارا رو میکرد و نمیکنه و آمدانه هم نمیکنه. یا مثلا تشویق به نوشتن به صورت زبانهای محلی کدوم انجام میگیره؟ کدوم به اصطلاح کانال تلویزیونی در این مناطق وجود داره که به زبان محلی برنامه پخش کنه؟ نیست. همچین چیزی وجود نداره. کدوم فیلم سینمایی هستش که به زبانهای محلی پخش بشه؟ یا همراه، یعنی یک فیلم قادر باشه که به زبانهای مختلف در داخل ایران برای پخش بشه. این رژیم هم در این کار همه کار رو کرده زبان فارسی. اینها تضییقات فرهنگیه که بر این قومیت ها وارد میشه و آمدانه هم داره انجام میگیره. ما نمیتونیم بگیم که اینها به خاطر نمیدونم عدم آگاهیه. رژیم آمدانه این اعمال زور رو بر قومیت های ایران وارد میکنه و با ایجاد این تشنج و ایجاد تفرقه به بقای خودش ادامه میده، هرچند که همین تفرقه باعث سرنگونیش میشه در آینده. یعنی ما در قسمت فرهنگی در بین قومیت‌های ایران کارهای گسترده‌ای میکنیم که مخارج زیادی هم نخواهد داشت. مخارج اقتصادی خیلی وسیع‌تره، چون ایجاد تسهیلات، ایجاد انتقال یک سری کارهای اداری. امروزه کارهای اداری لازم نیست همه در تهران باشه. اصلا چرا باید در تهران باشه؟ مراکز اقتصادی ایران و سیاسی ایران گره خورده. در آمریکا همچنین مرکز اقتصادی و مرکز تجاری آمریکا چند شهر بزرگه از جمله نیویورک، در صورتی که پایتخت کشوری دولت فدرال واشنگتن دی سی. در تگزاس آستین مرکز به اصطلاح حکومت محلیه، اما مراکز اقتصادی دالاس هستش و هوستون هستش. یعنی این مرکزگرایی حالا به هر شکل به هر چیزی که یک معضل عظیمی شده که در این 100 ساله اخیر ادامه پیدا کرده و روش هم دارن میسازن، آگاهانه میسازن. اینها باید نابود بشه و متاسفانه این رژیم انجام پذیر نیست و درمان تمام این مسائل، جمع کردن قومیت‌های ایران زیر یک شعار واحد، مسئله تمامیت ارضی نیست. مسئله تمامیت ارضی با رفع این ستم‌ها خود به خود انجام میگیره. مثالی هستش، میگه دیگی که برای من نمیجوشه میخوام سر سگ توش،
و زمانی که منافع قومیت‌های ایران هر روز تحت ستم‌های مختلف به عقب رونده میشه، مسئله جدایی طلبی در اون رشد میکنه و این حقو باید بهشون داد. آنچه که ما باش مخالفت میکنیم اینه که فرصت باید داده بشه تا رژیم سرنگون بشه، یک سیستم دموکراتیک، یک سیستم مردمی برخواسته از آراء واقعی مردم، نه یک مشت سرمایه دار، نه یک مشت اقلیت منفعت جو فرصت طلبانه بخواد کنن، برخواسته از وجدان و منافع توده های وسیع مردم ایران، چه کارگرها، چه کشاورزها، چه طبقه میانی، این برخواسته از این باشه تا همراه با تمام این قومیت ها سیستمی ایجاد بکنه که منافع تمام مردم ایران از کوههای آرارات تا بندر گواتر رو این در بر بگیره. اون موقع اگر کسی تجزیه طلبی کرد، خب اون موقع میشه گفت به قول معروف با ملاقه زد تو سرش که تو که همه چیز تو داری، پس برای چی میخوای تجزیه طلبی بکنی؟ همه چیز تو آماده شده، همه فرصت ها داره به تو داده میشه. در اون موقع تجزیه طلبی میشه در خدمت ارتجاع جهانی و منطقه‌ای قرار گرفتن. ما امروز اینها یادآوری میکنیم که امروز شمایی که میگید ما میخوایم به راه خودمون بریم، هرچند که به خاطر شرایط عینی جامعه ایران و مناطق قومیت هاست، اما دیدگاه نادرسته، چون مبارزه مشترک در شکل سرتاسری باید انجام بشه، بعد این تصمیم ها گرفته بشه، نه اینکه الان بگید که من میخوام برم مستقل بشم. خب مستقل بشی کجا؟ میخوام رژیم سرکوبت میکنه و ضمناً به تمام جنبش آزادی بخش در کل ایران ضربه میزنه، تفرقه ذهنی ایجاد میکنه. من نظریاتمو فکر کنم بیش از حد مطرح کردم و با 15 دقیقه دیگه فرصت داریم از دوستان و اگه کسی به اصطلاح نظری چیزی داره در مورد صحبت‌های من مطرح کنه و یا هر نظر دیگه. با سپاس از همگی. و ببینید آقای دکتر، ممنون از سخنرانیتون. بله درست هستش، صحبتاتون کاملا یعنی درست و منطقی هستش، ولی مسئله خیلی مهم، خودتون اینجا زندگی میکنید میبینید، این مسئله تراست هستش. شما هرچی هم بگید در قانون این باشه این باشه، این زمان میخواد که اقوام در واقع اقلیت‌های ایران به این نوشته‌ای که در قانون اساسی هست یا این هست اجرا بشه تا تراستشون به حکومت مردمی برگرده. من حرفای شما رو قبول دارم، یعنی اگر الان اینا تجزیه میخوان، اگر اینا مستقل میخوان، علت داره و علتش هم همونی که فرمودید، این ظلمای چندگانه‌ای هستش که در سالیا چی میگن intentional یا intentionally روی قوما انجام شده. تراست خیلی مهمه، یعنی اینا باید تراستشون رو به اون حکومت جدید، حکومتی که از قلب مردم شما گفتید انتخاب شده و قانون اساسی محکمی نوشته شده باشه و این قانون اساسی هم چیز اجرایی داشته باشه که به نظر من هر قانون اساسی اجراییتش رو مردم آگاه، اون مردمی که به حق حقوق خودشون آشنا هستن نگه میدارن. در هر صورت میگم که این ریزنتمنت اینا علت داره و اینی که الان تو این شرایط حاضرم که فرمودین کوبوندنشون درست نیست. اینا باید شنیده بشن، راه حلا درست بشه و همینجورم که گفتم یه مقداری هم زمان میخواد که تراستشون رو برگردونن. از صحبتاتون ممنون، حرفای من تموم شد. کسی دیگه؟ آقای قاسم قرداقی میخواین صحبتتون یک جمع‌بندی از این صحبت‌ها بکنید؟ ما ممنون میشیم به شما گوش کنیم. آقای قرداقی میکروفونتون اگر دوست دارید باز کنید و یک جمع‌بندی هم شما از این صحبت‌ها اگر دوست داشتین به ما نشون بدید.
بفرمایید آقای زین‌الدین، میکروفون در خدمت شما. بنده راجع به مسائل فراوانی صحبت کردم، اما یک مسئله مخفول موند، اون مسائل فرهنگی اقوام و ملیت‌های ایرانی هستش که این به صورتی خاص در اومده. ببینید آقای دکتر، خود حضرت علی تو رشته فیزیک درس خوندی و میدونی که بسیاری از اصطلاحات فیزیک معادل فارسی ندارن، علیرغم اینی که در ایران فرهنگستان زبان فارسی بوده و بزرگانی روش خیلی کار کردن، خیلی خون دل خوردن. الان همون مجلسی که مثلا داره این به برنامه‌های فرهنگستان زبان فارسی رسمیت میده، تمام اصطلاحات سیاسی خودشون فرانسویه، بیشتر اصطلاحات زمینشناسی فرانسویه، بیشتر اصطلاحات فلسفی به زبان آلمانیه، بیشتر اصطلاحات صنعتی و فنی به زبان انگلیسیه. اینا معادل ندارن. حالا شما تصورشو بکنید، اگر بخواهید مثلا ملیت‌های ایران هر کدوم به زبان خودشون بیان صحبت بکنن و برای این اصطلاحات و لغت‌های تخصصی معادل درست بکنن، تصورشو بکنید که چه شلم شوربایی میشه و تو زمینه آموزش چه دشواری‌هایی پیش میاد. فرض میگیریم یک استادی مثلا در حد حضرت علی داره تو دانشگاه تهران تدریس میکنه. خب یک استادم در سطح جناب علی باید باشه، فرض کن تو بلوچستان، که به زبان بلوچی همون درس ها را با همون اصطلاحات بتونه تدریس بکنه. تو کردستان هم باشه، تو آذربایجان هم باشه، تو ترکمنصحرا و سایر ملیت های ایران. این تقریبا غیر ممکن میشه. به نظر بنده این یه نوع تفکر ارتجاعی و بازگشت به عقبه. ما بیایم برای چی این کار غیر ممکن رو بخوایم انجام بدیم؟ طالبان موقعی که به قدرت رسیدن و بحث رسمیت زبان شد، یه بخشی از طالبان پیشنهاد کردن که زبان انگلیسی به صورت زبان رسمیشون در بیاد. حالا متاسفانه اون پیشنهاد دهنده موفق نشد تو پیشنهادش، اما همین نشون میده که یه فرقه متعصبی مثل طالبان هم به ضرورت دانستن و رسمیت دادن به یک زبان بین‌المللی پی بردن. این ارتجاع یه نکته خوبی تو فرمایشات جناب آقای دکتر رجبری بود. ایشون فرمودن که ما 2 مسئله داریم، یکی آموزش به زبان مادری که خب مضر و غیر ممکنه و نیازمند این همه دشواری ها و معادل سازی ها، لغت سازی ها در نهایتش هم به درد میخوره. مثلا من کرد میام به زبان کردی اصطلاحات فیزیک یا اصطلاحات فلسفه یا سایر اصطلاحات رو بشینم معادل اینا رو درست بکنم، اصلا شنونده ای ندارم، کسی توجهی به اینا نمیکنه و فایده ای هم ندارم. مگر لغت چیه؟ مگر زبان چیه؟ فقط یک وسیله انتقال تفکر که ما بتونیم همدیگر رو حالی کنیم. خب فرمایش آقای دکتر رجبری این بود که آموزش به زبان مادری مضره، اما آموزش زبان مادری چیز بسیار مفیدی و بنده کاملا با ایشون موافقم. یعنی بنده زمانی میتونم زبان فارسی رو خوب بفهمم که زبان مادری خودم فهمیده باشم. این خیلی به من کمک میکنه و کار زیادی هم نداره. یعنی در جنب همین آموزش ها، زمانی که فرض میکنه من گرامر فارسی رو دارم یاد میگیرم، خیلی به راحتی و در یه مدت کوتاهی، بخصوص اگر کتاباش در دسترس باشه و من بتونم مقایسه بکنم که مثلا دستور زبان فارسی به چه شکلی است و چه تفاوتایی با دستور زبان کردی داره، به راحتی اینا رو میشه فهمید. نه هزینه آنچنانی داره، نه دشواری داره و نه به حال کشورم مضر هستش. این یه نکته‌ای بود که بنده میخواستم در جنب عرایزم گفته باشم و عرایزمو تکمیل کرده باشم. دیگه عرضی ندارم. یه نکته دیگه هم در مورد دوستانی که نمیخوان صداشون پخش بشه، وقتی من نوعی نمیخوام صدام پخش بشه، اصلا چرا باید بگم؟ چرا باید اصلا صحبت بکنم؟
مسئله اینه که ما باید به هر حال یک مقدار شهامت به خرج بدیم، پی یک مقدار خطرات رو به خودمون بمالیم. بنده نمیتونم افکارمو نگه دارم و تو دلم خوش باشه که مثلا توی یه جمع کوچیک اینو مطرح کردم و حرف زدم. اتفاقا خیلی امیدوارم حرفم به گوش ارباب قدرت برسه. من نمیگم همه حرفام خوب بود، اگر در بین همه اینا یه جمله به درد بخور به سود کشور و مردمان باشه، انگار بنده به هدف خودم رسیدم. همه دوستانو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار. خیلی ممنون آقای زین الدین. دکتر حجبری شما میخواین برنامه رو ببندید؟ بله، من یک نکته‌ای رو در مورد این مسئله زبان مطرح میکنم، بعد یک جنبندی کوتاه میکنم و برنامه دیگه تقریبا تمومه. ببینید در مورد ببخشید یکی دو تا مثلا من داشتم قبل از بستن برنامه. جناب ارداغی شما اول بگید. شما مطرح بکنید بعد قبل از جنبندی من صحبت جنبندی کنید. بله، من در مورد ببینید موقعی که من از فرهنگ سرا به کار میبرم، موضوع فرهنگ سرا فقط مفهوم لغت سازی نیست. در بخش آموزش مطرح کردم که از دوره پیش دبستانی تا میانه دبستان به زبان محلی، از میانه دوره دبستان تا میانه دوره دبیرستان به زبان محلی و به زبان فارسی. خب بعد از دوره میانه دبیرستان تا لیسانس به فارسی، از دوره فوق لیسانس به بالا در رشته‌های فنی، علمی و فنی و اقتصادی به زبان انگلیسی. در کنار این ما دانشکده‌های دقیقاً مربوط به زبان محلی تا سطح دکترا هم داریم. خب پس ولی مسئله فرهنگ سرا این فقط واژه سازی نیست، بلکه باید شکل ایجاد تسهیلات رشد زبانی هم باشه. یعنی فقط کارش واژه سازی نیست. این اصلا در ایران بد درک شده. آدمی مثل حداد میشینه فقط لغت دوزی که به درد هیچ کس هم نمیخوره. منظور من این از فرهنگ سرا این نیست. فرهنگ سرا یک تجمع تصمیم گیری و ایجاد ارتباط برای گسترش زبان باید باشه. این من خواستم این موضوع رو توضیح بدم که منظور از این واژه های فرهنگ سرا چیه و ساختار رشد فرهنگی چیه. من تموم میکنم. واقعا تشکر. جناب قرداغی شما جنبند. آقای قرداغی میکروفون مال شماست. صدای من دارید؟ بله صدای شما رو دارید، بفرمایید. بسیار عالی، ممنون. چند تا نکته کوچیک بود فقط خواستم اینها رو مطرح بکنم. یکی در رابطه با موضوعی که جناب زین الدین عرض کرد، فرمودن که دوستان نترسند بیان صحبت بکنند. با توجه به این شرایطی که ما تو ایران داریم و هیچ رحم و مروتی از سیستم به هیچ عنوان برای کوچکترین فعالیت‌ها، یه ماهی فروشی توی شمال میرفته میرن پیداش میکنن و میارن ذوبش میکنن تو ولایت، برسه به اینکه تازه ما بخوایم مبارزه هم بکنیم و با صدا و اسم مشخص. بنابراین احتیاط شرط اول مبارزه است، چه اینجا چه دوستانی که تو مجموعه آوایی با فعالیت میکنن. من همیشه میگم اول باید احتیاط رعایت کرد و تا جایی که امکان داره لزومی نداره که آدم خودش رو و هویتش رو بخواد مطرح بکنه. به هر حال ما داریم مبارزه میکنیم، کسی دنبال اسم و رسم نیست، همه دنبال این هستن که فقط اون تاثیر رو بذارن، حالا چه تو این جمع 3-4 نفره چه تو جمع چند هزار نفری که حالا جای دیگه بخواد مطرح بشه. این از این موضوع. و من هم کاملا حق میدم به دوستانی که نخوان صداشون ضبط بشه یا اینکه جایی بازنشر بشه. این از این مسئله. و مسئله بعدی که برای من خیلی مهم بود اینکه ما بعضی جاها مردم رو مقصر می‌بینیم. جناب زین الدین اشاره کردن به سیستان و بلوچستان. من خودم تجربه شخصی دارم. یه پروژه‌ای ما داشتیم توی شهر راسک که بین چابهار و ایران شهر فکر می‌کنم. ما یک بیمارستان 200 تخت خوابی اونجا قرار بود بسازیم. یعنی حالا بیشتر من به جهت اینکه بحث مبارزاتی بود، می‌خواستم تو بطن اون مردم اونجا باشم، ببینیم چه کمک‌هایی میشه کرد، چه کارهایی اونجا میشه کرد. حالا
هسته‌هایی بشه اونجا تشکیل داد و اینا، راغب بودم که اونجا بخوام کار بکنم. ولی واقعا چیزی که من اونجا به شخص تجربه کردم واقعا اسفناک بود. شما ببینید ما داریم اونجا بیمارستان میسازیم، منت میذاریم روی به مردم اون شهر یا اون منطقه که چه شود چند صباح دیگه ما میخوایم یک بیمارستان 200 تخت خوابی برای شما بسازیم، اما مردم اینجا میرن شربت سینه میگیرن از چی میگم بهیاری و بهداری، میارن اونو مصرف میکنن به عنوان غذا مصرف میکنن. این اصلا دیده نمیشه توی اون. از اون طرف توی کارگاه ساختمانی که ما اونجا بخواستیم کار انجام بدیم آوردن واحد بسیج رو انداختن. حالا کار واحد بسیج چیه؟ کار واحد بسیج اینه که بیاد اون زمان ماهی 50,000 تومان به این افراد بده که یه جورهایی میشه گفتش که آدم بسیج باشن و اخبار و گزارش ها رو برسونن به دست اینا که اینا مخابره کنن به تهران. از اون طرف هیچ کدوم از نیروهای بومی نباید استخدام بشن، همه اینا باید از تهران بره اونجا، مگر اینکه کارگر ساده بخواید اونجا استخدام کنید. خب ما داریم هزاران جور منت میذاریم به اون شخص بومی اونجا که چی ما میخوایم برای تو بیمارستان بسازیم. ما حق بدیم طرف بیاد نه تنها بیمارستان نه تنها مخابرات، هر چیزی که اونجا ساخته میشه به چشم یک میشه گفتش که کاخ سلطنتی نگاه کنه که باید بره و ویرانش بکنه. متاسفانه ما خیلی وقتها خیلی چیزها رو گردن مردم میندازیم، از انقلاب 57 گرفته تا به قبل و به بعد همه اینها رو ما میندازیم گردن مردم این کنن، مردم لیاقت ندارن، مردم اون ندارن، مردم این ندارن. متاسفانه ببینید من اونجا خیلی جالب بود اصلا برام که ما رو قجر صدا کردن، قاجاری صدا کردن. یعنی اینا توی ذهنیت تاریخیشون هنوز از قجریه به اینور وجود نداره، یعنی تغییرات رژیم ها رو اینا اصلا حس نکردن، حتی که از قاجار تا به الان اینها دردهاییه که تو مناطقی که مرزنشین هستن به خصوص، از اونورم که جمهوری اسلامی میاد توافق میکنه کشور همسایه هم اینا رو میزنه. این جاها دیگه واقعا بی‌انصافیه که بخوایم بیایم کوچکترین چیزی بخوایم بر علیه مردم بخوایم بگیم مردم بخوام مثلا حتی شکرگزار باشن یا اینکه فلان چیزی که ما اونجا داریم براشون میسازیم رو نابود نکنن. این حق رو باید به نظر من به همه داد، مخصوصا اونایی که برای تو مناطق محروم هستن. حتی نمیذاریم بنزین ببره بفروشه طرف دیگه، چه برسه به اینکه تازه بخواد زندگی خیلی ساده ای داشته باشه. و مسئله دیگه که خیلی من حس کردم که نیاز هست که مطرح بشه، ببینید فرقی نمیکنه چه آموزش به زبان مادری، چه آموزش زبان مادری، چه آموزش به زبان مادری، هر کدوم رو حساب کنی در دنیای علم هیچ کدومشون اون زبانهایی که تو کشور ما هستن هیچ کدومشون به درد نمیخورن. پس بنابراین چه کاریه که ما اصلا بیایم روی این دعوا کنیم که من میخوام همه کشور فارسی آموزش ببینن؟ چه فرقی داره؟ شما الان توی همین کشور دانمارک که من دارم زندگی میکنم 5 میلیون نفر به زبان دانمارکی حرف میزنن. اینا فقط یه سری 4-5 تا سالی که طرف میخواد یه ذره تو مدارسش یه سوادی یاد بگیره به زبان دانمارکیه، بقیهش کلا یا انگلیسیه یا آلمانیه یا به زبانهای دیگه. به خاطر اینکه ما اصلا علمی نداریم که تازه بخوایم به زبان فارسی به دانش آموز یا دانشجو بدیم یا به زبان لری بدیم یا به زبان کردی. چه فرقی میکنه؟ 40 میلیون نفر برن به یه زبان یاد بگیرن، 20 میلیون نفر به یه زبان دیگه اون ابتداییشو، بقیهش همه چیزیه که ما فقط مصرف کننده ایم تو علم. پس بنابراین بهتره که روی این قضیه لااقل دیگه انقدر سخت نگیریم، به خاطر اینکه چیزی از اون یک پارچگی جامعه ما کم نمیشه. هر کسی به هر زبان، من خودم تو دانشگاه تبریز به زبان ترکی یک سری واحدها رو پاس کردم. متاسفانه اونجا یک استادی بود علاقه ای نداشت به زبان فارسی، گفت من ترکی درس میدم، کسی هم میخواد بره حذف کنه. من اون کلاس هایی که اونجا یاد گرفتم اینجا بیشتر به دردم خورد، چون اینجا پیمانکارهای ترکی میان کار میکنن و من وقتی باشون کار میکنم خیلی چیزها رو میتونم خیلی راحت‌تر بهشون یاد بدم. میخوام اینو بگم که حتی روی این چیزها هم اگه با بخوایم پافشاری کنیم بیشتر داریم خودمون رو به سمت عقب میبریم، به جای اینکه بتونیم یه قدمی رو به جلو برداریم در راه مبارزه با جمهوری اسلامی. من دیگه عرضی ندارم. سپاس جناب قراداغی گرامی.
کاملا حرفای شما منطقیه. موضوعی که دو تا کلا چند تا موضوع مطرح شد. یکی موضوع برنامه‌های اقتصادیه، تا یه حدی راهکارهای رشد اقتصادی مطرح شد و از اولویت هاست در مناطق مرزی و یا مناطق قومیتی که سال هاست عقب مونده از قافله رشد اقتصادی و به فقر بیشتر مردم شده. یه بخش دیگرش هم بخش فرهنگی هستش که البته در بخش فرهنگی با فکر کنم در بخش اقتصادی همگرایی بیشتری وجود داره تا در بخش فرهنگی، اما به طور کلی چند دیدگاه مطرح شد. تا یه حدی زبان محلی باشه، بقیهش به زبان فارسی باشه. دیدگاه شخصی من مخلوطه و برخی و دیدگاه دیگه اینه که اصلا این مسئله مهمی نیست. به هر حال برنامه بسیار خوب و مفیدی بود. نقطه نظریات مختلفی ارائه شد. از سوی مجموعه آوای بوف از همه مشارکت کنندگان در این برنامه سپاسگزاری می کنم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده‌ای که به صورت زنده برگزار خواهد شد همراهان گرامی ما باز هم مشارکت کنند و نقطه نظریات خودشون رو در مورد مسائل مطروحه مطرح کنند. برای همه شما تندرستی و سلامت آرزو می کنم. در پناه خرد، شب و روز همگی خوش.